چرا آذربایجان جنوبی هیچ سهمی از 100 شرکت برتر اقتصاد ایران ندارد؟ همه ساله لیستی از 100 شرکت بزرگ اقتصادی جغرافیای ایران منتشر می شود که از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که حدود 40% از اقتصاد جغرافیای ایران محصول فعالیت این 100 شرکت است. سال هاست که هیچ شرکتی از آذربایجان جنوبی در بین 100 شرکت برتر صنعتی جغرافیای ایران حضور نداشته و همه این شرکت ها در تهران و استانهای مرکزی فارس زبان تمرکز یافتند. مسلماً وجود توسعه نامتوازن صنعتی و عدم توسعه صنعت در آذربایجان جنوبی ناشی از یک تبعیض سیستماتیک اقتصادی است که به شکلی برنامه‌ریزی شده از دوران پهلوی در حال اجرا بوده و تمامی پتانسیل آذربایجان جنوبی در اختیار صنایع استانهای مرکزی قرار گرفته است تا پروسه آسیمیلاسیون ملت ترک آذربایجان جنوبی با گسترش فقر و مهاجرت تسریع شود. توسعه نامتوازن و ناعادلانه عاملی برای عدم استفاده از ظرفیت حداکثری آذربایجان جنوبی شده و باعث شده است تا صنایع در بخش‌هایی از جغرافیای ایران متمرکز شوند که اصولاً مستعد چنین پیشرفتی نبودند. محرومیت آذربایجان جنوبی از سرمایه‌گذاری و عدم استفاده از پتانسیل موجود باعث شده تا جغرافیای ایران نتواند از حداکثر پتانسیل خود برای صنعتی شدن استفاده نماید که این یکی از مهمترین دلایل عدم توسعه صنعتی در جغرافیای ایران است. خوشبختانه آذربایجان جنوبی از لحاظ استعداد کشاورزی، معدن، موقعیت ژئواکونومیک، ظرفیت حمل و نقل و انرژی از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار بوده و قادر است تا با ترکیب این ظرفیت‌ها و مدیریت علمی آن به یکی از صنعتی ترین کشورهای جهان تبدیل شود. اما پیش شرط چنین امری کسب استقلال و برقراری حکومتی مردمی است تا بتواند مانع استثمار منابع آذربایجان جنوبی شده و از ظرفیت اقتصادی موجود برای توسعه اقتصاد و رفاه ملت خود بهره‌مند گردد.